سوال دیگه از دوستای ما این هست که میگه که شما در کلپتان صالح پردل توصیف کردین که صالح پردل میگه شخصی است که طاغوت تایید میکنه و هم کسانی که ابوبکر و عمر و عثمان رضی الله عنهم تکفیر میکنه و ام المؤمنین دشنام میته، یعنی روافض اونا را برادر میخونه و اونا را دوست میخونه و اونا را تایید میکنه و این طاغوت که منظورش میگه اردوگان است که او طغیانش، سرکشیش و طاغوت بودنش میگه او هم اعلان کرده و این میگه باز میخیزه چی میکنه؟ طاغوت هم تایید میکنه و در پالوی از او بر از روافضی که مثلا مؤمن دشنام میته بر از این هم چی میکنه؟ اونا را میگه من صمیم قلب دوست دارم و به این شکل. و شما در کلپتان گفتین که این انسان خوب است و بسیاری جوانا را در فتنه انداختین. خب دوستای عزیز، ما در جوابش میگم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. دوستای عزیز متوجه باشین که این کلپی که ما صحبت کردیم الله ما را عفو بکنه، این تقریبا 10 سال 15 سال پیشتر بوده که وقت ریش ما تا بسیار سیاه بوده و او وقت من نظر نیک داشتم و این اشخاصی را که مثلا توصیف هم کردیم وقتی بوده که مثلا 10-15 سال پیش که اهمی اشتباهات و اهمی چیزها را نداشته و انسان که هست تا وقت عمر رضی الله تعالی عنه همراهش بیعت میکردن، میگفتن که ما بر تو بیعت میکنیم به کتاب الله و سنت رسول الله. حتی یک صحابی خیز گفت اگر مخالفت با قرآن و سنت بکنیم ما گردن تو را کت شمشیر میزنیم. اینا در اینجا انسان زنده که هست از پیش اشتباه میشم، من خودم اشتباه خود قبول میکنم، از پیش من اشتباه شده درباره این شخص، الله مرا عفو بکنه و در او وقت این مشکلات نداشت. حالی که این مشکلات پیدا کرده من به مگپ چند سال پیش خود نیستم. حال اگر این روافض برادر میخوانه و از اونا دفاع میکنه و یا طواغیت از اونا دفاع میکنن، پس من اینجا بیزاری خود از او اعلان میکنم و به الله متعال توبه میکنم از او کلپی که درباره از این شخص ما گفتیم. الله مرا عفو بکنه به خاطر ازی که وقتی این اشتباهات که داشته باشه نباید این کلپ ما سبب چی شود؟ سبب گمراهی مردم شود و ما اون نظر آل ندارم و ما از اون نظر خود برگشتیم و وقتی که من خودم شخصا کلپ های زیر شنیدم، امی دوتا را شنیدم که هم در مورد طاغوت بسیار توصیف میکرد و هم برای از اونا برادر میخوان در روافضی که اونا دشنام میتن ام المؤمنین و ابوبکر صدیق و عمر فاروق رضی الله عنه است و عمر رضی الله عنه و دیگر صحابه را. بنابراین ما از کل از اونا براءت خود اعلان میکنم و از الفاظی که قبلا گفتیم چون در سابق بود از او هم توبه میکنم و رجوع میکنم و مغفرت میخوایم از الله متعال به خاطر از اینکه وقتی ما چون کلپ ثبت میکنم در کلپ اشتباه داشته باشم باید رو علنا برای دوستا بگویم تا دوستا بفهمن. پس عالمه در شما شاهد باشین که ما به الله استغفر الله و اتوب الیه، استغفر الله و اتوب الیه، استغفر الله و اتوب الیه.